لحظاتی که ایرانی‌ها تا ابد فراموشش نمی‌کنن. همه نگاه‌ها به رونالدو میزنه ضربه رو میگیره بیرانوند. آفرین بیرانوند. علیرضا بیرانوند تا حالا اینقدر دوست داشتنی نشده بود این علیرضا بیرانوند. رو به عقب نه یه بار دیگه روزبه چشمه توی دروازه ما مستحق این گل بودیم. ما باید این گل رو میزدیم. ما به جامفر میگردیم. میزنه سردار میبره به سمت راه جهانبخش به گل برسی یا نه میتونی به گل برسی. خدا چقدر بدشانس بودی. لحظاتی که ایرانی‌ها تا ابد فراموشش نمی‌کنن. همه نگاه‌ها به رونالدو میزنه ضربه رو میگیره بیرانوند. آفرین بیرانوند. علیرضا بیرانوند تا حالا اینقدر دوست داشتنی نشده بود این علیرضا بیرانوند. پاس رو به عقب نه یه بار دیگه روزبه چشمه توی دروازه ما مستحق این گل بودیم. ما باید این گل رو میزدیم. ما به جامفر میگردیم. احسان انجام میشه گل توی دروازه. مهدی طارمی زده خودشون زدن گل برای ایران. دقیقه 95 سر میزنه سردار میبره به سمت راست جهانبخش به گل برسیم یا نه میتونیم به گل برسیم. خدا چقدر بدشانس بودی. لحظاتی که ایرانی‌ها تا ابد فراموشش نمی‌کنن. همه نگاه‌ها به رونالدو میزنه ضربه رو میگیره بیرانوند. آفرین بیرانوند. علیرضا بیرانوند تا حالا اینقدر دوست داشتنی نشده بود این علیرضا بیرانوند. پاس رو به عقب نه یه بار دیگه روزبه چشمه توی دروازه ما مستحق این گل بودیم. ما باید این گل رو میزدیم. ما به جامفر میگردیم. احسان انجام میشه گل توی دروازه. مهدی طارمی زده خودشون زدن گل برای ایران. دقیقه 95 سر میزنه سردار میبره به سمت راست جهانبخش به گل برسیم یا نه میتونیم به گل برسیم. خدا چقدر بدشانس بودی.